نصیحت به برادرانی که علما را تحقیر می کنند. شما را چه شده است برادران تاجیکم که امروز علمای تاجیکستان و علمای ملت خیش را سگ می نامید؟ علمای ملت خیش را اشکم پرست می نامید؟ علمای ملت خیش را مرتد می نامید؟ پیش از آنی که یک نفر را شما مراجعت همچون سگ بکنید، اینا بدونید که خداوند به حضرت عیسی فرمود: ای عیسی، در روی زمین از خودت پستر چه مخلوقی را میابی؟ عیسی علیه السلام جستجو کرد و یک سگی را متوجه شد و فکر کرد که شاید همین سگ از من پستر باشد. نزد خداوند حضرت موسی سخن کرد که یا الله، تمامی مخلوقات دنیا را نظر انداختم، به جز خودم مخلوق پایانتری نیافتم. خداوند به عیسی گفت: ای عیسی، اگر همون سگ را از خودت پایانتر می شماریدی، تو را از دفتر پیامبری اخراج می کردم. برادرم، آیا مرتد به علمای ملت خیش می گویی؟ مرتد می نامی؟ اگر علما را مرتد می نامی، پس تو از راه زنا هستی. اگر علمای تاجیکستان مرتد باشند، اگر مشرک باشند و اگر این گونه باشند که شما عرض می کنید، آیا مرتد می تواند که پدر و مادر مسلمان را نکاح بکند؟ پدر و مادر شما را همون علمای تاجیکستان نکاح کردند، پس مرتد که حقی نکاح کردن نداره. پس شما آیا از راه زنا هستید؟ اگر اونها مرتد باشند، علمای ملت ما و شما مرتد باشند و از خدا بی خبر باشند، هر یکی از اجداد خودتون را از نو جنازه بکنید، زیرا همون مرتدانی که شما خطاب میکنید اجدادان شما را جنازه کردند. اگر شما اونها را مرتد مینامید، اگر اونها را مشرک خطاب میکنید، در گوش شما صدای اذان نیست. به گوش شما چه کسی اذان داد؟ باز هم همان علمای ملت شما. اسلام عزیز را در ملت ما و شما و در تاجیکستان عزیز ما و شما این علما چون آتش به دست گرفتن که اسلام به دست ما و شما رسیده. اسلام به دست علما در دوران کمونیست مثل یک آتشی بود که هر لحظه دست علمای تاجیکستان می سوخت. هر لحظه دست اون علما می سوخت. اسلامشان را می خواستن از دستشان بگیرن، اما سوختن، اسلام را از دست ندادن. امروز برای شما مرتد شدن، امروز برای شما مشرک شدن. با همان یک دو حدیثی از خود کردیتون فرق بین مشرک و نامشرک گذاشتید، فرق بین مرتد و مرتد گذاشتید. از خدا بترسید، تهمت نزنید به علمای ملت خیش، به علمای وطن خیش. علما میراثبر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستند. آیا اهانت میکنید به کسی که پیرو به رسول خداوند هست؟ آیا ما و شما خودمان در اسلام عزیز چه خدمتی کردیم و چه سهم در اسلام گذاشتیم که امروز به حیات صحابگان و به حیات مخصوصا علمای تاجیکستان دست میزنیم؟ خب واضح‌تر بگید که شما نفرت دارید، شما حسد دارید از این آبرو و عزتی که خداوند به علمای ملت ما و شما ارزانی داشته. توبه کنید و به درگاه خداوند بازگردید. اهانت به علمای ملت خیش نکنید، به همان علمایی که پدر و مادر شما را نکاح کردند. پیش از آنی که یک سخن از زبان بیرون می شود، اینو فکر بکنید که اون سخن چگونه سخن باشد. عالمان را احترام از بین رود، ذره نکنن به خود فکر ابد.
کجاست اون احترام علما و کجاست اون دوستداری علما که صحابه برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم جان سپاریدن؟ ما برای علمای خیش که میراثبر پیامبر ما و شما هستند جان سپاریدیم، بلی جان سپاریدیم همین طعنه ها را. به جای جان سپردن طعنه ها و نفرین ها و لعنت هایی که علیه ایشون میخونیم. برادران عزیز، این گونه نباشید. علمای خود را دوست دارید و از اونها پیرو باشید و به هیچ گونه افراد نوپیدا پیروی نکنید. این ما و شما هستیم که تا صبح میخوابیم و پروای عبادت خداوند نداریم، اما چنگ زدن به حیات علما. به والله قسم که اگر یک شب برای شما یک بازی پسندیدیتون باشد، یک نوعی از ورزش باشد که به شما پسند باشد، تا صبح نمیخوابید و از اون به خودتون لذت میبرید. اما اگر بگیم به خاطر خداوند ساعتی 12:01 شب برخیز، وضو بگیر و از برای خداوند 2 رکعت نماز بخوان، آنچنان شیطان بالای گردن ما و شما ایستاده و در بالای ما و شما حاکم هست که این خواب را ترک کردن برای ما و شما چقدر مشکله. به حیات علما دست نزنید، به حیات علمای ملت خیش دست نزنید. خداوند محافظ و مددگار ما و شما باشد.